افشای حقایق و رازهای پشت پرده ربوده شدن زلالا هاشمی در کابل. زلالا هاشمی آیا اختطاف شده است و یا هم از خانه فرار کرده است؟ زلالا هاشمی در افغانستان مصروف چی کاروبار بود؟ همسر زلالا هاشمی کی بوده است؟ و ویدیو تازه همسر زلالا هاشمی در صفحات مجازی. آیا با واقعیت زلالا هاشمی کشته شده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک شما دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. زلالا هاشمی دختر خانم جوان با استعداد، موفق، مطرح و محبوب در میان رسانه‌های افغانستان بوده است. وی هنرمند جوان کشور بوده است. آغاز کارهای هنر موسیقیش را از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان به اوج شهرت و محبوبیت رسانه‌ای برسد. وی توانست در برنامه ستاره افغان مقام دوم را از آن خود کند. شهرت خوبی هم کسب کرد. این همه در حالی است که تازه تصاویر زلالا هاشمی در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی به شکل مرموزی در افغانستان ربوده شده است. این همه در حال است بعد از آن که زلالا هاشمی ازدواج کرد، کاملا از هنر موسیقی به دور شد و دیگر به کارهای موسیقیش نمی پرداخت. اما گفتنی های تازه شوهرش درباره ربوده شدن زلالا هاشمی در صفحات مجازی موج انتقادات را به همراه داشته است. اما تاکنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که آیا با واقعیت زلالا هاشمی ربوده شده است و یا هم از خانه فرار کرده است. ولی علاقمندان وی برای زلالا هاشمی نگران هستند. ما در آرزوی این هستیم که زلالا هاشمی دوباره با صحت کامل به خانواده‌اش بپیوندد. زندگی خوش و آرامی برای این دختر خانم با جمعی جوانان کشور از بارگاه عزت العزال تمنا داریم. دوستان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زلالا هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درود دیگر، بدرود.